مشنگ پیاز سرخ میکرد که بوی ماهی بره، بعد اسفند دود میکرد که بوی پیاز بره، بعد پنجره رو باز میذاشت که بوی اسفند بره. باقیشو بذار من بگم. آی دکتر شما هم بلدی؟ پس چی؟ بعدش داستان رو تعریف میکرد، فکر میکرد کسی نمیفهمه که منظورش مقام عظماست که رفع و رجوع هر خرابکاریش یه خرابکاری زایدتر بار میاره. من که میدونم تو با این مقدمه گویای زاید میخوای منو مجبور بکنی که به ترانه خونیت رضایت بدم. آی دکتر بریم سر سوالات. بلوایی به پا شده سر آزمایش موشکی نظام، جلسه شورای امنیت، اونم به درخواست انگلیس و فرانسه، حرکت ناو هواپیمابر که اومده بیخ ریشمون. این چه کار احمقانه ای بود؟ میخواستن آزمایش بکنن ببینم فضا چجوریه، ولی خب کسی فکر نمیکرد که به این جای باریک بکشه. حاجی علم الهدا که میگفتی 1.5 ساعت کار تمومه، بفرما 1.5 ساعت شروع شد، برو براشو بینم. لقمه اقتدار از گلو کسی پایی میره که ارزش هم داشته باشه. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که یارو یکی رو خونین مالین برد بیمارستان، گفتن چی شده؟ گفت کباب خورده با پیاز. دکتر گفت چه ربطی داره؟ چرا پک و پوزش خونیه؟ طرف گفت آخه کباب و پیاز منو خورده. روشن شد یا مهمونت کنم به یه پرچ کباب با الان پیاز. چی کار کنیم که پک و پوزمون رو نزنن؟ داریم به همه توضیح میدیم که موشک پرونی بود فقط به خاطر صلح و دوستیه. همش دفاعی. آره یه نگاه به سابقمون بکنن معلوم میشه. اگه یه دونه عملیات تروریستی تا حالا کرده بودیم، یا زبونم لال تو عراق دخالت کرده بودیم، یا نیرو فرستاده بودیم سوریه با مردم بجنگن، یا خدای نکرده دیپلماتامون رو مثلا بمب به دست گرفته بودن، یا مثلا از دیوار سفارتی چیزی بالا رفته بودیم، باز یه چیزی، ولی به ما که این تهمت‌ها اصلا نمیچسبه که. روشن شد یا بیشترشو بگم؟ ببین ناوم که تو خلیج باشه بیخ گوشمونم باشه تو یکی خودتو گم نکنه. دکتر تقصیر من نیست، اعصاب برام نمونده. از دست اون مشنگی که وسط این هیریبیری تحریم و FATF و بیرون شدن از سوریه و اینا، این بنزین و پاشیرواتیش چقدر نفهم بوده اونی که پشت این شلیک احمقانه رفته. تو نرو زیاد جوش نزن، آروم باش، داشته تست میکرده. خب مشنگ با چاقو زده تو شکم مقام عظما که تست کنه که میبره یا نه. آروم باش دیگه، اعصاب خودتو کنترل کن. چطوری آروم باشم آقا؟ شوت نفهم به عظمای بدبخت رحم نمیکنه. آروم باش، اونی که پشتش بوده اون مشنگه اون خود مقام عظما بوده. نه بابا. آره دیگه میگم خون سرد باش، برای همینه. چطوری خون سرد باشم آخه؟ با تو نیستم که، تو نمیخواد باشی. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن پیرمرده با نوش تو فروشگاه بودن، پسره هی اذیت میکرد، پیرمرده میگفت آروم باش فرهاد جان، آروم باش عزیزم، جلو قفسه خوراکی و پسره خودشو زد زمین داد و بیداد. پیرمرده گفت آروم فرهاد جان، آروم باش، دیگه چیزی نمونده، خرید تموم میشه. دم صندوق پسر چرخ دستی رو کشید، جنسا رو ریخ رو زمین. پیرمرده گفت فرهاد جان آروم، تموم شد دیگه داریم میریم بیرون. همه کفبر شده بودن از حوصله پیرمرده. یکی بهش گفت خیلی کارت درسته ها، این همه اذیتت کرد، فقط بهش گفتی فرهاد جان آروم باش. پیرمرده گفت فرهاد اسم خودمه، اون دنبالیده اسمش سیامکه. روشن شد یا بذارم دنده دو یه هول کوچیک تا روشن شی. آقای دکتر این وسط دنبالیده کی بود؟ گفتم دنبالیده یاد بهرام قاسمی افتادم، گفته سازوکار اروپایی دور زدن تحریم اگه راه نیفته خروج از برجام رو بررسی میکنیم. از یون میگه آقای دکتر. آره این موقعش رگ به رگ شده زیر فشار. بهرام قاسمی درازگوش درخواست اجلاس فوری شورای امنیت کردن که گوش مقام عظما رو طوری بکشن که از گوش تو هم درازتر بشه. اون وقت میگی سازوکار اروپایی چی شد؟ اجازه بدین آقای دکتر خودم با کف گرگه همچین بزنم که شکمش رو زمین خط ترمز بندازه. خیلی علاقه دارم برم تو وزارت خارجه کار کنم. تو که از ظریف و عراقچی و همین بهرام قاسمی دل خوشی نداشتی؟ به خاطر همین میخوام برم اونجا که تسبیح حساب کنم آقای دکتر. آها گرفتم. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن مدیر مدرسه از بچه پرسید بزرگ شدی میخوای چی کاره بشی؟
گفت میخوام خوب درس بخونم، شغل خوب بگیرم، پولدار بشم، بولدوزر بخرم، همه مدرسه ها رو خراب کنم. روشن شد یا بفرستمت به سراغ بولدوزر. آیه دکتر، بحث بر سر سن بازنشستگی تو همه کشورها مطرحه، ولی چرا به ما که میرسه تبدیل به تهدید امنیتی میشه؟ مصاحبه هم تو همه کشورها هست، مجری هم همه جا هست، ولی به من بدبخت که میرسه میشه سوهان اعصاب. خب این بحث که میشه مال بازنشستگی من و تو نیست. آها، مال این بازنشسته هست که حقوقشون رو ندادن اعتراض میکنن؟ تو امشب کمر به قتل من بستی، فهمیدی یا نه؟ دعوا سر اینه که سن بازنشستگی رو هر طوری تعریف بکنن، همین که زیر 100 سال باشه باید عضو جنتی رو از شورای نگهبان بخواد. خب بازنشستش کنن، چیه نگه داشته؟ ما یه آبروریزی این الان به هر که میگن تو جهنم جنتی رو میارن، میگن بهش یاد بده بگه FATF، میره از همه گناهش توبه میکنه. ای دکتر بس که رو جنتی وای نمیساخه، یه پر گندش هم میگیره به خود عظما. برو سریع، توقف نکن اینجا. مدتی است که تو برنامه چشماندازی از آینده ترسیم نکردیم. آخه عظمای بدبخت بیچاره مثلا چی داره که ترسیم هم بکنیم براش؟ همینجوری که با یه بدبختی داره دست و پنجه نرم میکنه، اون بدبختی بعدی داره خودشو گرم میکنه که بیاد وارد زمین بشه. مرحوم ابوی همیشه میفهموندن بذار بهادر عرض میکردم، بله میفهموندن که فالگیره به طرف گفت کسب و کارت رونق میگیره اساسی. گفتش که من کسب و کاری ندارم. گفت آها پس تو شغلت ارتقا پیدا میکنی. گفت بیکارم، شغلی ندارم. فالگیره گفت پس بی خود کردی اومدی پیش فالگیر، فال چی تو بگیرم من؟ روشن شد یا بفرستم سراغ فالگیر؟ آیا دکتر شما خیلی صاف و ساده طوری که همه بفهمن گفتین که مقام عضو این وسط ول معطله. من گفتم ول معطله؟ تو که اول برنامه شروع کردی با اون داستان گفتن، مشهد بهش گفتی، چاقو تو شکمش زدی، کف گفتی که بزنه